95% معامله‌گرها مسیر را اشتباه می‌روند. مایکل پورتر استاد کسب و کار دانشگاه هاروارد آمریکاست. اون یکی از تأثیرگذارترین اندیشمندان حوزه کسب و کار و بازارهای مالیه و به نظر من پورتر با دیدگاهاش پدر استراتژی‌های مدرن شرکت‌های عظیمی همچون BMW محسوب میشه. از نظر مایکل پورتر شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و تفکرات اونها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن. شرکت‌های دسته اول که بسیار هم پرتعدادن بیشتر وقت و انرژی خودشون رو صرف تولید با کیفیت‌تر یک محصول میکنن. البته که این خیلی خوبه، ولی جالبه بدونید مثلا مکدونالد جزو این دسته نیست. در واقع خیلی از شرکت‌های این دسته همیشه گمنام باقی میمونن و هرگز به درآمدهای آنچنانی نمیرسن. اما شرکت‌های دسته دوم همین که به یک کیفیت نسبتاً خوبی توی محصولاتشون برسن دیگه همه وقت و انرژی خودشون رو صرف شناخت و مدیریت احساسات مشتریاشون میکنن. مثلا خمیردندون پپسودنت 30 سال به عنوان پرفروشترین خمیردندون آمریکا بوده و امروز هم جزو 10 برند معروف این صنعت در دنیا است. اما به نظر شما این میزان از موفقیت میتونه فقط به کیفیت این محصول ربط داشته باشه؟ معلومه که نه. این میزان از موفقیت نتیجه زحمت اعجوبه دنیای تبلیغات یعنی کلود هاپکینز. یادتون باشه این خمیردندون در روزهای ابتدایی اصلا فروش نمیکرد. اما هاپکینز با اضافه کردن کمی اسید سیتریک به اون باعث شد زبان و لثه های مشتری ها به طور دلپذیری کمی سوزن بشه و بسوزه. اون وقت فروش سرسام‌آوری به راه افتاد. مشتری‌ها پیش خودشون میگفتن وای عجب خمیردندونی، حس میکنم لثه ها و دندونامو داره تمیز میکنه. در صورتی که قدرت تمیز کنندگی پپسودنت هم مثل همه خمیردندونا بود و فقط یک سوزش اضافه برای مشتری‌ها درست میکرد. در واقع کلود هاپکینز خمیردندون نمیفروخت، بلکه اون یک حس رو میفروخت. حس سوزن شدن که مشتری‌ها اون رو معادل تمیزی میدونستن. بله دوست من، به همین سادگی یک خمیردندون معمولی میتونه با مدیریت احساسات و روانشناسی افراد به پرفروشترین خمیردندون تاریخ آمریکا تبدیل بشه. راستشو بخواید برای منم همیشه روانشناسی افراد و مدیریت احساسات اونها جایگاه خاصی داشته. در دنیای معامله‌گری هم موضوع همینطوره. ولی متاسفانه بیشتر معامله‌گرها راه رو اشتباه میرن. اکثر معامله‌گرها فکر میکنن غرق شدن توی تحلیل تکنیکال یعنی رمز موفقیت و هر وقت هم که ضرری پیش میاد و پولی از دست میدن سریع میگن نه باید برم و بیشتر یاد بگیرم و دوباره شروع کنم. مثلا تا الان با ایچیموکو معامله میکرده، حالا میگه باید برم و امواج الیوت و نئوویو رو هم یاد بگیرم. میره و چند وقت بعد دوباره برمیگرده سر خونه اول. این بار فکر میکنه باید بره و الگوها و پترنهای هارمونیک رو یاد بگیره، یا شاید هم باید بره و پرایس اکشن به روش لنس یا البروکس رو یاد بگیره. وای خدای من، یک عده 95% هر روز فقط دارن یاد میگیرن و جالبه که هر روزم پول از دست میدن و یک عده 5% هم هر روز دارن سود میکنن. میدونید مشکل واقعی از کجا به وجود میاد؟ اینکه یک معامله‌گر نمیدونه برای موفقیت در دنیای معامله‌گری نیاز به یک سیستم معاملاتی داره. دوباره تکرار میکنم، نیاز به یک سیستم معاملاتی داره. سیستمی که باید شامل 3 بخش باشه. استراتژی که بخشی از اون به تحلیل‌های تکنیکال مربوط میشه و به شما میگه که کجا بخرید و کجا بفروشید. مانی منیجمنت که به شما میگه در یک معامله چقدر میتونید بخرید یا بفروشید. منظورم همون حجم معامله است. سایکولوژی که ترس، طمع و احساسات شما رو کنترل میکنه تا حرکتی انجام ندید که بعداً به خاطرش پشیمون بشید. البته من خیلی ساده این عنوانا رو براتون تعریف کردم. الان برام تعریف و شناسایی این عنوانها خیلی مهم نیست. بعداً دونه بدونه میذاریمشون زیر ذره‌بین و حرف نگفته‌ای براتون باقی نمیمونه. اما الان میخوام یه چیز جالبتر براتون بگم. جفری کندی، تحلیلگر و مؤلف کتاب موفق الیوت ویو تریدینگ،
اینجوری میگه: یک معامله موفق یا در واقع یک سیستم معاملاتی موفق 60% به تسلط روانی معامله‌گر، 30% به مدیریت ریسک و سرمایه و فقط 10% به سبک و روش یا همون استراتژی معاملاتی و تحلیل تکنیکال بستگی داره. خیلی جالبه نه؟ اما جالبتر از همه اینه که تمام معامله‌گرهای ناموفق 100% توان و انرژی خودشون رو به همون 10% اختصاص میدن و خب معلومه که باید حسابی ضرر به بار بیارن.